سلام رفقا، به اولین ویدیو چنل یوتیوب ما خوش اومدید. بریم که آموزش طراحی کاور را داشته باشیم بدون هیچ صحبت و وقفه زمانی. آموزش رو شروع می‌کنیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون بیاد. برای شروع به منوی فایل میریم، روی نیو کلیک میکنیم و یه سند با ابعاد 2000 در 2500 رزولوشن 72 ایجاد میکنیم. از منوی پایین روی گزینه سالید کالر کلیک میکنیم و این کد رنگی ها که تو دیسکریپشن هم براتون نوشتم ایجاد میکنیم و روی اوکی کلیک میکنیم. نوبت به رسم شکل قرمزمونه. با فشار دادن همزمان کلیدهای آلت و شیفت همچین این شکلی رو رسم میکنیم. کد رنگی این شکل هم توی دیسکریپشن براتون می‌نویسیم. کنترل آلت میگیریم تا کل سند انتخاب بشه. با کلیک به گزینه موو شکلمون رو میاریم وسط سند. دوبار روی دایره شکلمون کلیک میکنیم تا پنجره لیر استایل باز بشه. روی درپ شادو کلیک میکنیم و این تنظیمات رو به شکلمون میدیم. سوژه رو وارد سند میکنیم. من این فایل رو براتون تو دیسکریپشن میذارم لینکش رو که دانلود بکنید. با نگه داشتن کلید آلت میتونیم که سوژه رو به تناسب کوچیک بکنیم. نوبت به نورپردازی سوژه‌مون میرسیم. دوباره از منوی پایین یه لایه خالی ایجاد میکنیم. با فشار دادن کلید آلت به سوژه‌مون کلیپینگ ماسکش میکنیم. براشو بردارید، روی این گزینه نوار ابزارتون کلیک کنید و از همین رنگ شکلتون سمپل بگیرید. این تنظیمات رو با کلیک راست کردن میتونید روی براشتون اعمال کنید. من سایز 200 میدم به براشم و خیلی آروم این گوشاشو براش میزنم. خیلی خوب. رو مود لایه‌مون کلیک میکنیم و مودش رو میذاریم رو حالت اوورلی. با کنترل جی یک کپی از لایه‌مون میگیریم. دوباره با فشار دادن کلید آلت اونو به لایه پایینی کلیپینگ ماسک میکنیم و مودش رو میذاریم رو حالت لایتن و اپاسیتی 60%. فایل‌های دیگه هم مثل این دونه های رنگی وارد میکنیم. دوباره روی لایه‌مون کلیک میکنیم تا پنجره لیر استایل باز بشه. روی کالر اوورلی کلیک میکنیم و از این گزینه باز هم از رنگ شیپمون سمپل میگیریم. روی اوکی کلیک میکنیم تا تنظیمات اعمال بشه. کنترل تی رو میزنم تا بتونم سایزش رو کوچیک کنم. دوباره با کلید آلت اینو به تناسب کوچیک میکنم و روی گزینه ماسک کلیک میکنم تا یه جایی از این دونای درخشان رو بتونم حذف کنم. این بخش انتخاب رنگ ها که برای ماسکمون هست با کلید X برعکس میشه. وقتی راحت مشکی قرار گرفت خیلی یواش، حالا من با سایز 400 این جایی که میخوام نباشه رو براش میزنم. دوباره یک کنترل جی میزنم، رو گزینه کالر اوورلی کلیک میکنم و این بار رنگش رو روی سفید میدم. لایه رو میذارم زیر لایه سوژه‌مون. کنترل تی رو میزنم، با کلید آلت یک کمی بزرگش میکنم. دوباره رو ماسک لایه قرار میگیرم و با رنگ سیاه کمی براشش میزنم. میتونم برای زیبا کردن همین لایه یک کمی اپاسیتیشو کمتر کنم. روی 85 خوبه. بعد از اون یه فایل دیگه هم داریم، اونم وارد میکنیم. این من میخوام که پشت سوژه باشه، پس همینجا میذارم لایه‌اش باشه. روی ماسک کلیک میکنم، با براش مشکی یواش از اون پایین شروع میکنم به براش زدن. مود این لایه رو میذارم راحت اوورلی و یک کمی اپاسیتیشو کمتر کنم، رو 80% خوبه. اگه به فایل اصلی نگاه کنید می‌بینید که یکم جزئیات بیشتر، یک کمی فرق میکنه با لایه خامی که وجود داره. روی لایه اصلی قرار میگیرم. این به خاطر تکسچرمونه. تکسچر هم که وارد سندمون میکنیم، با فشار دادن کلید آلت تکسچرمون رو به تناسب سندمون بزرگ میکنیم و اینتر رو میزنیم. مود این لایه رو میزنیم رو حالت اوورلی و اپاسیتیشو میزنیم روی 30%. اگه بخواید که حالا طرحتون یکم حالت تاریک‌تر و دارک‌تری بگیره، میتونید اپاسیتیتون رو بیشتر کنید.
50% هم کار قشنگ داره. و در آخرم که متن‌ها رو وارد سندم میکنم و اینم شد نتیجه کارم.